حالا فرصت داره، اگر توبه کنه، از صدق پشیمان شوه، بازگشت به خدا کنه، پروردگار غفور الرحیم میگذره. اما توبه نکرده از این عالم میروه، ای مرد زانی و ای زن زانیه، شما بدانید که پروردگار جزاش در روز قیامت بالای شما جاری میکنه. در زبور آمده است در باب عذاب مردهای زانیه و مردهای زانی و زنهای زانیه: انهم یعذبون فی النار بفروجهم، انهم معلقون فی النار بفروجهم. مردها و زنهای فاحشه را پروردگار در دوزخ از شرمگاهاشان آویزان میکند.